ببینیم که پیام امروز کائنات به ما چیه. لطفا نیت بکنید این پست رو لایک بکنید تا ببینیم که کائنات داره بهت میگه که اگه الان در شرایط خیلی سختی هستی و احساس میکنی که حبس شدی، احساس تنهایی میکنی، احساس ناراحتی داری، این شرایط به زودی برای تو تموم میشه. شاید حتی این شرایط موقعیتی باشه که باعث رشد تو و گذر کردن از یک سری مسائل سطحی باشه، به خصوص اونایی که درگیر یک رابطه موقتی هستن، یک رابطه‌ای که تکلیفش مشخص نیست. داره میگه این یک درس هست برای تو و به زودی از این شرایط قرار هست بیرون بیای. اگر که توی وضعیت بلا تکلیف قرار گرفتی، این وضعیت به زودی برای تو تموم میشه. همچنین برای بعضی ها داره میگه که عشق واقعی مسیرش رو به سمت شما پیدا خواهد کرد. اگر که با کسی هستین و اون شخص ارتباط جالبی با شما نداره، داره میگه رها بکنید. اگر که عشق واقعی باشه به سمت شما میاد، یا اگر در گذشته کسی بوده و منتظر بازگشتش هستین، داره میگه اگر عشق واقعی باشه به سمت شما برمیگرده.